شرح پورای خبرها. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت پرزیدنت جمهوری ازبکستان بار دیگر در ارتباط با درگذشت خواهر سرور دولت ما اظهار تسلی کردند. پیشوای ملت با همتای خود برای دستگیری و همدردی اظهار مننداری نمودند. ضمن صحبت سرور دولت ما پرزیدنت ازبکستان دوست را با مناسبت زادروزشان صمیمانه تبریک گفتند. در این زمینه پیشوای ملت فعالیت پرثمر محترم شوکت میرزیوف را در مسند پرزیدنت جمهوری ازبکستان که با او احترام بزرگ و اعتبار بلند آورد تاکید کردند. در این زمینه محترم امامعلی رحمان با ازبکستان برادر و مردم آن در راه رشد اجتماعی و اقتصادی و شکوفایی تحت راهبری عاقلانه محترم شوکت میرزیوف دستاوردهای بی‌نظیر آرزو نمودند. پیشوای ملت اینچنین کوشش‌های دائمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان را اوید به تحکیم مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک و شریکی استراتژی بین کشورهایمان بلند ارزیابی نموده اهمیت بزرگ نتیجه‌های سفر رسمی چند پیش او را به تاجیکستان که به همکاری گوناگون ساحه طرف‌ها به نفع خلق‌هایمان تکان نو بخشیدن تذکر دادند. در جریان صحبت پرزیدنت‌ها اوید به یک زمره مسائل بین‌المللی و روزمره منطقوی مبادله افکار کردند. از جمله جریان رشد تشویش‌آور وضع در افغانستان همسایه در مرکز توجه طرفین قرار گرفت.